أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه تصان وبصومه به نام خداوند بخشنده و مهربان. از المؤمنین عایشه عایشه از او راضی باد روایت است که فرموده اند چون دهه آخر ماه رمضان می آمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای عبادت تلاش زیاد می کرد. شبهایش را با عبادت می گذرانید و اهل خاندانش را برای عبادت بیدار می نمود. چون دهه آخر ماه رمضان فرا می رسید پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بیشتر طاعت و عبادت نمودن از همسرانش دوری جسته در مسجد اعتکاف می نشست. پیامبر صلی الله علیه و سلم شبهای آخر ماه رمضان را با عبادت گذرانیده شب زنده داری می کرد. همچنین تمام اهل خاندانش را برای بسیار عبادت نمودن شبهای دهه آخر رمضان بیدار می نمود. مادامی که خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم شبهای دهه آخر ماه رمضان را با عبادت گذرانیده بیدار خوابی می کردند، پس امروز ما نیز در پیروی به آنها به طاعت و عبادت خاصتا در ماه مبارک رمضان نیازی بیشتر داریم. امروز پدر و مادران و سرپرستان را ضرورت پیش آمده است که اهل خاندانشان را چون پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم در روحیه زهد و تقوا و خداپرستی تربیت نمایند. آیا نفری از ما چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در شبهای دهه آخر ماه رمضان اهل خاندانمان را برای طاعت و عبادت پروردگار بیدار نموده است؟ اگر آره پس خدا را شکر، اگر نه پس پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم باید نمود. تصان وبصومه نرقى الجنان رمضان أهلا بك